برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. به نام خداوند بخشنده و بی‌نهایت مهربان. با عرض سلام و ادب شوکت محمد هستم و برنامه تحلیلی دیدگاه را برایتان تقدیم می‌کنم. در برنامه امروزه درباره حقوق بشر، عمیق‌ترش حقوق تاجیکستانیان صحبت می‌کنیم. جهانیانی که ما تاجیکان را میشناسند و زیست زندگی ما را تحقیق میکنند میگویند شما حقوق انسانی ندارید. مسئولین حکومتی تاجیکستان میگویند حقوقی که ما داریم حتی امریکایی ها و اروپایی ها ندارند. بیایید با هم این مسئله را پیگیری میکنیم. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch، سازمان معتبر حامی حقوق انسان که هر سال وضع حقوق بشر در بیش از 100 کشور جهان را تحقیق و نشر می کند، سال 2020 را برای تاجیکستان سال بد مثل سالهای دیگر نامیده است. یعنی سالهای دیگر هم بد بوده است و سال 2020 هم بدتر. بیشتر حادثه های نقض حقوق بشر که در گزارش دیدبان حقوق بشر ذکر شده اند قبلا در رسانه های آزاد و مخالف تاجیکستان از جمله پیام با تفصیل نشر شده بودند. مقامات تاجیکستان همیشه رسانه های تاجیک زبان را که از این گونه حوادث خبر می دهند به خیانت و فتنه اندازی متهم می کنند. با اندیشه کارشناسان یکی از سبب های اصلی که موقع تاجیکستان را در ردبندی های آزادی ها هر سال پایان تر می برد، همین کوشش آنها برای بستن دهان رسانه ها و اتهام خیانت و فتنه اندازی به آنها می باشد. در گزارش دیدبان حقوق بشر درباره افزایش تعقیب منقدان حکومت و زندانی کردن آنها، بیشتر شدن شمار زندانیان سیاسی، محدودتر کردن آزادی بیان و آزادی های دینی، انتخابات بدون الترناتیو، بی‌مسئولیتی حکومت در مبارزه با کووید 19 و غیره تاکید شده است. مقامات تاجیکستان این همه را رد می کنند. هر سال همین است و دعوا دارند که وضع حقوق بشر در تاجیکستان خوب است و از سال گذشته امسال حتی بهتر شده است. دیدبان حقوق بشر به مسئله زندانی ها در دوره پاندمی پرداخته نوشته است که مقامات تاجیکستان هیچ کار برای پیشگیری از پهنشوی کووید 19 در زندان ها انجام ندادند. درباره بی‌مسئولیتی مقامات تاجیکستان نسبت به پیشگیری ورود کرونا ویروس به زندان ها و تبابت گرفتاران این بیماری خودی پیام ده ها برنامه کرده بود. در پایگاه ما، پایگاه پیام، چندین مطلب ها نشر شدند و دیگر رسانه ها نیز ده ها مطلب به نشر رساندند، اما مقامات هر دفعه آنها را تهمت نامیده پافشاری میکردند که کرونا ویروس به زندان ها راه نیافته است. تنها بعد سراسری شدن ویروس در محبس ها مقامات درهای آنها را بسته، ملاقات خویش و تبار با زندانی ها را منع کردند. نهایت اقرار شدند که فقط در زندان های تاجیکستان 11 نفر از کرونا ویروس فوت دیدند. 11 نفر. این از حساب عمومی فوت دیدگان از گرفتاری به کرونا ویروس در تاجیکستان 10% را تشکیل می دهد. اگر در تمام تاجیکستان 10 نفر فوت دیده باشند، یک نفرش در زندان فوت دیده است. از 100 نفر 10 نفر در زندان. دیدبان حقوق بشر همچنین به منع معاشرت زندانی ها با حقوق شناس معروف زندانی بزرگمهر یاروف از جانب مقامات زندانی ها خاطر رسان کرده است. نمانده اند که معاشرت شود. این سازمان میگوید با وجود تقاضای آزادی گروه کاری سازمان ملل متحد آید به حبس‌های خودسرانه،
بزرگمهر یاروف و زندانیان دیگری سیاسی تا حال آزاد نشدند. کمیته سازمان ملل متحد آید به حبس‌های خودسرانه 1 سال پیش از حکومت جمهوری تاجیکستان طلب کرده بود که بزرگمهر یاروف، زید سیدوف، محمد علی حیید و دیگر و 11 زندانی سیاسی باید بدون قید و شرط از زندان آزاد شوند و حکومت تاجیکستان به آنهایی که بدون دلیل آنها را زندانی کرده است باید جبران پرداخت کند و آنهایی که او را به زندان انداخته‌اند به جوابگری کشیده شوند. تاجیکستان، حکومت تاجیکستان این همه را نادیده میگیرد. در گزارش دیدبان حقوق بشر چند مورد تعقیب و اذیتی تنقید کنندگان حکومت جمهوری تاجیکستان در خارج کشور و استرداد غیرقانونی آنها سخن می رود. از جمله نامهای خورسند نجمیدینوف و جمشید شریپوف، فعالان گروه 24 و حزب الله شوالی زاده که از جانب مقامات اوستریا به تاجیکستان استرداد شد و با اتهام عضویت در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به 23 سال زندان محکوم گردید ذکر شده‌اند. یک خود استرداد حزب الله شوالی زاده قضیه‌اش تا به حال در رسانه‌های اروپایی و در خود مقامات‌های ذی‌دخل همین مسئله تا به حال کهنه نشده است. کسانی که به استرداد شوالی زاده امضا کرده اند تا به حال حاضر زیر ملامت رسانه‌های اروپایی و مقامات‌های ذی‌دخل مانده اند. سازمان دیدبان حقوق بشر در همین گزارش است از لطوکوب شدن الهام جان یعقوبوف، رهبر انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا، از جانب 2 حمله‌گر یادآور شده است. الهام جان یعقوبوف در شهر کاوناس لیتوا مورد حمله قرار گرفت، اما توانست از دست حمله‌گران که کوشش ربودنش را داشتند فرار کند. مؤلفان گزارش اذیت شدن دختر حکمت الله سیف الله زاده فرزانه و پسر زبیدالله رازق اسرارالدین را خاطر رسان کردند که پدران هر دو عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستند. هیومن رایتس واچ، دیدبان حقوق بشر، معتقد است که فرزانه سیف الله زاده را مجبور کرده اند که زیر نوار ویدیویی ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صحبت کند. مقامداران امنیتی، کارمندان این نهاد به طرز بی‌سواد، به طرز خشن هستند که گاهی حتی به کار کرده ایستادگی خودشان صرفم نمی روند. نوار را با راه مجبوری گرفتند. بیچاره فرزانه دختری استاد سیف الله زاده گفته ایستاده است که شد اکنون بس می، یعنی اگر خودش مراجعت کرده ایستاده باشد برای چی بس می گفته میپرسد. با همین ثبت هم همراهش ماندند که وقتی که مورد مسخره و مزاح عامه قرار گرفتند از بین بردند. اسرارالدین رازقوف با اتهام افراطگرایی به زندان رفت. همچنین از بازداشت و شکنجه 13 عضو خانواده جنت الله کامل، مسئول دفتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در آلمان گزارش داده می شود. 13 عضو خانواده جنت الله کامل، این برادر خودش از دنغره، از زادگاه رئیس جمهوری تاجیکستان است. این برادر، اهل عائله این برادر طول 30 سال است که از دست فرانت خلقی و مقامداران تاجیک اذیت میکشند. چندین نفرشان را اینها کشتند. با کشتن و با قربان کردن قانع نشدند. حالا
حالا هم زجر و شکنجه و جبر و ظلم دوام دارد. تا به کجا می رود؟ تنها عیبی، جرمی جنت الله کامل و خانوادهش این است که آنها از دنغره هستند و با امام علی رحمان نیستند. انا همین قدر شب و روز شکنجه می شوند، اذیت می شوند. در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر به راه نیافتن هیچ یک از اعضای حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به پارلمان هم تاکید شده. گفته شده است که انتخابات پارلمانی تاجیکستان در فضای زیر نظارت سخت گذشت و مخالفان واقعی از شرکت در آن بیرون انداخته شدند. این البته درباره انتخابات ماه مارت سال 2020 گفته شده است. برادران عزیز، حالا این بعد 5 سال در سال 2015 من شخصا خودم شاهد چگونه گذشتن انتخابات پارلمانی بودم. خودم در آن زمان رئیس بخش ناحیوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه اشت بودم. من خودم آن زمان نامزد به مجلس ولایتی و نامزد به مجلس ناحیوی بودم. خودم را مجبور کردند، چندین مراتب امنیت دعوت کرد، چندین مراتب رئیس ناحیه دعوت کرد، چندین مراتب رئیس جماعت دعوت کرد، چندین مراتب رئیس کمیسی انتخابات، حوزه انتخاباتی دعوت کرد تا اینکه نامزدیم را بازپس گیرم. در ناحیه اشت 28 نفر نامزدی ناحیوی داشتیم، 3 نفر نامزدی ولایتی داشتیم، 1 نفر نامزد به مجلس نمایندگان داشتیم. نامزد به مجلس نمایندگان را به خاطر آنکه تحصیل کرده دو دانشگاه اروپا بود، داننده 2-3 زبان بود، آن را متهم به آن کردند که شاید این چی باشد؟ جاسوسی اروپا باشد. خودشان امنیتی ها گفتند. تمام حجت های لازمه را پیشنهاد کردیم، به قید نگرفتند از ترس آن که در برابرش مبارزه برده نمیتوانند، مبارزه سالمی انتخاباتی برده نمیتوانند. از 28 نفر نامزد ناحیوی تنها 1 نفر ماند. همه را دعوت کردند، بردند، زدند، کوفتند. بعضی نفرها تا 5 روز در بازداشتگاه بودند. کسی میخواهد برود تاریخ 1 ماه 2 ماهه معرکه انتخابات ناحیه‌اش را ببیند. چندین نفر 2 روز 3 روز 1 روز تا 5 روز در بازداشتگاه ها ایستادند. نامزدها در آخر 1 نفر نامزدی ناحیوی ماند، اون هم گریخته به خوجند رفت تا مجبورش کردن، کافتن، جستجو کردن تا اینکه بیاید این عریضه نویسد که زبان خط دهد که به خواهش خودش از نامزدی دست میکشد. انا انتخابات خودش را نتوانستند، پدر و مادرش را مجبور کردند، پدر و مادرش را ترساندند، نامزدها را. این چی بود؟ یک آمادگی برای از بین بردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. من انتخابات، حالا دیدبان حقوق بشر درباره انتخابات سال 2020 گپ بزند. چیزی دیگر، سازمان با تکیه به معلومات‌های داده انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان از 80 مورد آزار و اذیت ژورنالیستان در سالهای 2017-2019 خبر داده است. در این گزارش از 1 سال زندان دلیل شریپوف، ژورنالیست مستقل، اتهام به
وبسایت اخبارکام، وبسایت اخبارکام رو به خدمت به سازمان های تروریستی متهم کردن. یادتان هست؟ یک رسانه که فضای رسانوی تاجیکستان رو پر میکرد با خبرهای مردمی، همین سالها در همین سال 2017-2019 ژورنالیستی از اپیلوس عبدالله غربتی لاتوکوب شد. حالا این لاتوکوب ژورنالیستان کاری نو نیست. همین بیچاره سیف الله زاده که در رفتی برنامه نامش رو گرفتم لاتوکوب کرده بودن. محمد علی حیات حالا در زندان است، چندین مرتبه لاتوکوبش کردند. سیف الله زاده رو لاتوکوبش کردند. تنها به خاطر چی؟ به خاطر آن که دیگر از گفتن سخن حق، از گفتن واقعیت دست بکشد، به لب مهر زند، حرف نگوید. اینها هرچی احمقی میخواهند بکنند. همین هم حکومت داری شد. یعنی حکومت میخواهد هر نامعقولی بکند و کسی دم نزند. این باندیتیزم است، این حکومت داری نیست. حالا همین به صرفم نرفتند که باندیتیزم را از حکومت داری جدا کنند. شرم نمیدارید؟ اوکی، شما که خودتون رو باندیت نمیدونید، اقلا سترکتوری باندیتیزم رو از سترکتوری حکومت داری جدا کنید. شما که باندیت نیستید. بغیر از عبدالله غربتی، انوشیروان اوریپوف، ژورنالیستی تلویزیونی ناستیاشه وریمیا، به خاطر آن که بیشتر از همه رسانه های تاجیکستان از واقعیت ها به طوری ابیکتیوی خبر میداد، کوشش کردن چندین مرتبه اکریدیتاسیاش رو ثبت نام نکنند و نهایت هم نکردند. نه فقط انوشیروان اوریپوف، بلکه 8 ژورنالیستی رادیوی آزادی ثبت نام نشدند. مگر این پایمالشوی حقوق انسان نیست؟ پایمالشوی حقوق انسان است البته. و دیدبان حقوق بشر همین را ذکر میکند. مسئولی بخش آسیای مرکزی دیدبان حقوق بشر ویلیامسون همین انتخاباتی که دربارش ذکر کردن، نه، انتخابات 5 سال بعد باید بعد 5 سال تاجیکستان یک کمتر پیش میرفت، یک کمتر دموکراتی به صرفم میرفت، یک دو سه قدم در راه دموکراتی پیش میرفت. برای انتخابات شفاف و آزاد و دموکراتیک گذراندن یک کم پیشروی نشون میداد. نه، برعکس 15-20 سال عقب رفت. انتخاباتی که در سال 2020 گذران تاجیکستان در سالهای جنگ شهروندی نگذرانده بود. رهبری نمایندگی آسیای مرکزی دیدبان حقوق بشر میگوید تاجیکستان در پیشگیری کردن پاندمی خیلی دیر کرد و با این کارش زندگی آدمان زیاد را تحت خطر گذاشت. بیماری کووید 19 در زندان ها هم پهن شد. وضع بسیار تشویش آور بود. اینچنین خشونت خانوادگی هم افزایش یافت. دیدبان حقوق بشر این یک سازمان معتبر جهانی است. اینها که از آسمان گپ نمیزنند، فال نمیکشویند، اینها تحقیق میکنند.
سال 2020 برای تاجیکستان یک سال بدی دیگر بود. ماه مارس انتخابات پارلمانی گذشت که به قول ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا آزاد و عادلانه نبود. تاجیکستان در اعتراف کردن پاندمی خیلی دیر کرد و با این کارش زندگی آدمان زیاد را تحت خطر گذاشت. کووید 19 در زندان ها هم پهن شد. وضع بسیار تشویش آور بود. اینچنین خشونت خانوادگی هم افزایش یافت. اتحاد اروپا در چهارچوب مکالمه سالانه‌اش با حکومت تاجیکستان چندین مسائل مربوط به حقوق بشر را مطرح کرد. یک گروه کاری مهمی سازمان ملل متحد با مقامات تاجیک ادامه به زندان انداختن سیاستمداران مخالف را در تاجیکستان در میان گذاشت. از این رو ما از شریکان بین‌المللی تقاضا میکنیم که برای مطرح شدن مسائل حقوق انسان کاری بیشتر کنند و این موضوع را به یک جزء مهمی همکاری های خود با تاجیکستان قرار دهند. اینچنین تقاضا میکنیم که در روابط خود نگرانی ها از حقوق بشر را با مسائل اقتصادی و امنیتی پیوند بدهند. در همین حال سیف الله سفروف هممون میشناسیم، معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، سیاستدان مشهور کشور، ارزیابی های یعنی تحقیق های دیدبان حقوق بشر را به اساس میگوید، اساس ندارد میگوید. اگر از نقطه نظر موقع دولت و فعالیت های دولت گوییم، وضع حقوق انسان در تاجیکستان خیلی بهتر شده است که بدتر نه. برای آن که اگر از نقطه نظر آن گیریم که در امریکا، بلاروس و قرقیزستان چی میگذرد، در تاجیکستان وضعیت از این نقطه نظر که شهروندان هیچ خوف و خطری نداشتند، در امنیت زندگی کردند، رشد اقتصادیات هم پیشرو بود. از نقطه نظر دینی هم فقط برای کووید 19 مسجدها بسته شدند، نه به یگان چیز دیگر. پس دلیل هایی که سازمان های حفظ حقوق انسان میگوید به اساس میشوند. ببینید، این نفر یک سیاستدان و نفری که سیاست های تاجیکستان را تحقیق میکند و چندین سال استراتژی سیاسی کشور را میکشید. همین نفر 100% میدوند که در تاجیکستان حقوق انسان پایمال میشود، در تاجیکستان انتخابات شفاف نمیگذرد، 100% میدوند. ولی وجدانش تا کجای به این قناعت میکند که دیده و دانسته دروغ بگوید. من این انسان رو خیلی احترام میکنم، چون که در بین تمام سیاست شناسان و عموما کارمندان مقامات که در تاجیکستان، در حکومت تاجیکستان کار میکردند و کار کردند و از پشتیبان های حکومت تاجیکستان بودن، این نفر دسترس مردم بود. خیلی احترامش میکنم. لیکن یک نفر را وجدانش تا چه اندازه قناعت به این میکند که دیده و دانسته دروغ بگوید. خودتون میدونید انتخابات چه خیلی که من ذکرش کردم درباره یک ناحیه در تمام قلمرو کشور انا همین خیلی انتخابات میگذرد. خودتون میدونید چرا دروغ میگویید؟ چگونه حقوق؟ از کدام حقوق گپ میزنید؟ انا برای همین هم وقتی که در این باره ما با علیم شیرزمانوف معاون رهبر پیمان ملی تاجیکستان در این باره پرسیدیم، گفت که این گونه گزارش ها، یعنی همین گزارش دیدبان حقوق بشر را در نظر داشت، دیگر تاثیر به رژیم امام علی رحمان ندارد. یعنی پروای ندارد که حکومت تاجیکستان، جهانیان درباره تاجیکستان چی میگویند. تحقیق شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان چی است برای رژیم امام علی رحمان هیچ فرقی ندارد. خب خود قضاوت کنید. همین سازمانی که گزارش اخیراً گزارش رو تهیه کرده است، همین سازمان طول
5 سال آخر است که به تاجیکستان را نمی‌یابد، یعنی ویزای تاجیکستان را به دست آورده نمی‌تواند و در تاجیکستان قریب که همین سازمان‌های دفاع حقوق بین الخلقی خودشان یک تشکیلات اکستریمیستی قریب که قلمداد می‌شوند. نخواد که این سازمان‌ها انتظار دارند که همین حکومتی که 30 سال به تغییر یک نفر سر قدرت است و حقوق اساسی شهروندان، حقوق به انتخابات را پایمال کردن دارد، می‌آید و روزه از توصیه‌های این سازمان‌ها جانبداری می‌کند، در حالی که این مقامات، این حکومت از توصیه‌های سازمان‌های با نفوذتری به مانند سازمان ملل متحد، سازمان همکاری، سازمان امنیت و همکاری اروپا اصلا احترام ندارد و اخیراً پیش از انتخابات بعضی از نمایندگان حتی مخالفین این رژیم هم باورشان برام بود که بعد انتخاب شدن، بار دیگر انتخاب شدن به مقام رئیس جمهور، شاید رئیس جمهور فشنگا رو کمی هم باشد سستر میماند و شاید به زندانیان سیاسی سبکی میارد یا حتی اونها را حوف میکند که البته دیدیم برعکس با از نو انتخاب شدنش فشنگ ها را سخت‌تر فشرد و امروز تعداد محبوسان سیاسی باز افزود، در مثال مامورا دادینایف و موسفید و بایدانا و پیش از این 2-3 نفر دیگر هم به زندان رفتن و به نظر می رسد که روز از روز وضعیت بدتر می شود و این غیر انتظار هم نیست، چون اگر در رژیم های خودکامه هر قدر درازتر سر قدرت همان یک نفر باقی بماند، همان قدر اعتماد این حاکمیت به مردم کم می شود، یعنی شک و شبهه در آنها زیاد می شود و هر یک حرکت جزئی شهروندان را هم آنها با شک نگاه می کنند و ما در آینده نزدیک تا رحمان سر قدرت است ما شاهد باز بدتر شدن وضعیت حقوق انسان خواهیم شد. در همین مسئله معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان علیم شیرزمانوف یک سخن عجایب گفت که چی انتظاری می شود از دولت داشت که اساسی ترین حقوق انسان، حق انتخاب را کاملا از مردم گرفته است و کمترین حرکت برای صاحب شدن به این حق را سرکوب می کند. علیم شیرزمانوف این سیاستمدار تاجیک به این نظر است که سال تا سال حکومت امام علی رحمان به این گونه گزارش ها بی‌پرواتر می شود و آن را به یک تنگه قدر نمی کند. اما تا حال چی مردم و چی سازمان ها به این امیدند که شاید اصلاح شود. انتظار داشتند که بعد انتخابات و برای 7 سال دیگر تثبیت کردن کرسیش امام علی رحمان گایکه ها را سستر می کند و آزادی های بیشتری به مردم می دهد. اما امام علی رحمان سخت‌تر کرد، گایکه را سخت‌تر تابید، چون دیگر در هیچ عرصه راهی بازگشت ندارد و نمیتواند حتی همین گایکه ها را سستر نماید. علیم شیرزمانوف میگوید باید هم سازمان های حقوق بشر و هم مردم بالاخره به این درک برسند، این را درک کنند. تماشابینان گرامی، شاید دلیل این گفته های معاون رهبر پیمان ملی تاجیکستان میتواند حبس بابای دانه باشد. موسفید 87 ساله تنها به این خاطر که به خانواده های زندانیان کمک میرساند به 7 سال زندان محکوم شد.
و اگر هرچی زودتر آزاد نشود با گمان غالب از زندان به دیدار پروردگارش می رود. 87 ساله چند روزش باقی مانده است؟ برعکس این یادتون هست شهباز رجبوف در جلسه حکومتی وقتی که خودی پرزیدنت گفت که من دزدی تو را میدونم، تو دوست هستی، مال ملت را میدزدی، فلان ماشین را از کجا خریدی، این 2-3 ماشین از کجا، گفت که حیفا که جوان هستی، نباشد من خودم میدونستم تو را چیکار میکردم. یگان کس اطاعت نمیکند، سلام نمیکند حتی. چی؟ تو یگان باز از آسمان چکیدی؟ قانون برای چی؟ قانون برای کی است؟ گناه نداری؟ کبودی نداری؟ همین بره عرضت میشه گم میشه. همین خیلی که جوانی نباشه کجا ترما را میگیری؟ نه کم از 15 سال. سرداد رفت حاضر گفت روسا به اصطلاح پویشینی شدگی است، در منصب بالا رفتگی است، دزد، قلاب، شخصی که خودی پرزیدنت میدونست که این دزد است، غارتگر است، به جوان رحم میکرده است، به پیرمرد 87 ساله حیفا که شما موسفید گفته نمیتونست است، لیکن حیفا که تو جوان هستی گفته میتونست است. همه حیفا که تو جوان هستی دروغ بود، برای اینکه صدها این گونه جوانهایی که 101 این رو حتی ندزدیدند، حتی به بودجه دولت چشم الو نکردند، به یک بزو یا بزغاله دزدیدن یا به یک گوسفند یا تبر تیشه دزدیدن پشت پنجره زندان رفتند، خور رفتند. تماشابینان عزیز، گفتنی دیگری من این است که هیچ سال مثل همین سال گذشته در تاجیکستان همگان شاهدیم که نخبگان ملت قربان نشده بودند. در همین سال گذشته ما 12 گنرال را از دست دادیم. تاجیکستان 12 گنرال را از دست داد. 12 گنرال گویا با گرفتاری با کرونا ویروس یا التهاب شوش فافتیدند. 10 ها شاعر نویسندگان، بهترین شخصیت های فرهنگی ما را ترک گفتند. شاید در طول 5 سال جنگ شهروندی ما به این مقدار گنرال از دست نداده بودیم. شاید به این مقدار شاعر و نویسنده و شخصانی فرهنگی از دست نداده بودیم. فوت پای در پای و غیر عادی نخبگان دوام همگی 7 یا 8 ماه با این تعداد زیاد یک تحقیق جدی طلب میکند. نه؟ باید تحقیق کرده شود. حکومت تاجیکستان دعوا دارد که در دوام این 7-8 ماه همگی 100 نفر از التهاب شوش یا کرونا ویروس فافتیدند. حالان که ما 12 گنرال را با این بیماری از دست دادیم. چندین شخصان، حالی حسابشون رو نمیتونم، چندین شخصای بیشمار، شاعر، نویسنده، ضیایی، شخصان فرهنگی از بین رفتند. حالا رسانه و کارشناسان در این باره چیزی نگفتند. حتی همین مسئله را زیر شبهه قرار ندادند. اما میسزد تخمین زد که به خاطر ترس از سرکشی نخبگان به فوت آنها الیت حکمران کمک کرده است. اگر خدای نکرده این تخمین ما درست باشد، 100% حق به جانب علیم شیرزمانوف است. این حکومت امروزه تنها برای در قدرت ماندن نه تنها هیچ حقوق برای بشر قائل نیست، حتی زندگی کردن و زنده ماندن مردم هم در گرو نفس البستی این هاست. حقوق زندگی کردن را که حتی غلامان عصر میانگی داشتند، امروز نه تنها از مردم قطاری،
حتی از گنرال و شاعر و نویسندگان و شخصان فرهنگی با استثنای چاپلوسان سلب می شود حقوق زنده ماندن و زندگی کردن. باز می گویند همه گول است. این همه گولگویی ها شاید برای آن که تقدیر خاک شدگان و کنج زندان رفتگان در تن خودشان، در جسم خودشان تکرار نشود. تماشابینان گرامی، این بود برنامه امروزه دیدگاه. روز یکشنبه ساعت 19 به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو در برنامه فردای تاجیکستان نصیب باشد در پخش مستقیم در یوتیوب در کانال پیام تیوی وامی خوریم. ما را پیگیری کنید. آنچه ما برایتان میگوییم از دیگران نمیشنوید. ما در هر موضوع کوشش میکنیم ناگفته ها گفته شوند و درد دل مردم به گوش مسئولین و جهانیان برسد. با ما باشید. تا دیدار، الله نگهدار. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه